درود هموطنان عزیز، بینندگان، مخلصان، مبارزان و مظلومان. امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلامت هم باشین. اولا پیش و پیش و از همه شما خواهش میکردم که با درجه مکسیمالی تو توانایی تو نوارها را که یک چند روزی آخر کرده آمده ایستادم، خصوصا درباره مهاجرت و مردم مظلوم تاجیکستان زیر لط و کوب قرار گرفته ایستادن، تقسیم کردن، پدیلیت کردن و فکر نظر خودتون زیر کامنت ها نوشتن و از اون جمله پدپیست کردن فراموش نکنید. یعنی که این خواهش. دویمین چیزی که باز شب یک نوار دیدم، همین سحرم پدیلیت کردم نواره. شهروندای روز تلفن در دستشون، یعنی ماشین هایی که تاجیک ها هستند، من کرده در پلیسیا زنگ زده، سیومکا کرده بیاین یا را بخپین برین دیپورت کنید و غیر کارها کرده ایستادن. یعنی که پلیسیای روز یک طرف و از طرف دیگر هر یک شهرونداش هم بگیم که یعنی هم خیلی بدبینی خودشونه با مردم تاجیک و تاجیکستانی کرده ایستاده است. بیاین سر یک مسئله کمتر فکر کنیم. همه کسا کمی پیشتر وقتی روسیه با اوکراین حمله کرد و شهرونداش موبیلیزاسیون اعلان کرد، همش گریزه شدن. از آن جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان بسیار بگیم که گریزه هاش آمدن. و ما مردم تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان یعنی برای اونا جای خوبی بپول، سه وقت اوقاتی بپول، بهترین شرایطی بپول، خدامان خواه نکردگی جاگه ها را نو را در تای و کرپا را ورده پرتفتیم، کرپاچه را مهمان از خواه را و از آن جمله ما سر صدا کردیم و یک گروه شهروندای تاجیکستان به نام بگیم که انسان هایی که در همین سایت ها بلاگر و فعال هستند برآمدن چی گفتن؟ گفتن که ما تاجیکیم، تاجیکی مهمانداری میکنیم اینا را و بخیلی نکنین، خفشون نکنین، روی دستاتون بگردونین. خلاص همین خریشمون داود که دخترمون را نیکو کنیم بتیم تو همین درجه را اومده بودیم. امروز چند قمی شوه که یعنی 10 هفته زیاد می شوه تاجیک زیر شطه و تحقیر، تنقید در درون پلیس ها و غیر جای ها خواه هستند. اون خلاص بیاییم برای شما یک مثال بیاریم، یک سوال بیاریم. شما همین سوال یک فکر کنید در بالاش تا کجا ما درست سوال میتونیم یا که خطا. کنی همون بلاگرهایی که آمدن در تاجیکستان هر سحر عبیت بگه اوقات شکرها و قروتا و گوشبریان و شیرچای بگیم دوغای تاجیکستان را رکلام میکردن، شربرینجای تاجیکستان را رکلام میکردن، فاتیر مسکا را رکلام میکردن. هر روز بعضیاش گریه میکردن، نواراش هست گریه میکردن برآمده میگفتن که ما تاجیکای خیلی فکر نمیکردیم تاجیکای خیلی زندگی میکنن، ما تاجیکا را کوچرو و غلام میدانستیم. این زندگی یا را ببین، این اوقاتای یا را ببین. یک تاش بلاک کرد، گفت که ای انسانو، ای روسکی، эй, мои соотечественники, не делайте так, мы были там, они по-другому к нам относились, они нам бесплатно еду дали, бесплатно жилье дали, мы спали, жили. گفت یک آنتش همون بلوکای کردگی تاجیکستان
پولش یوتیوب کار کردن گرفتن و دلیت کردن محکم کردن پرتفتن دیگه نمیویش برای کی رفتن اینجا برای کی رفتن تمام مثل همون پیش یک عروس میره ای مغازین رزینکا میخری میبری استفادهش میکنی بعدی که بوچیت کارت میپرتوی ما مثل همون رزینکا شدیم اومدن خوردن تعریف تفسیه و خرسک زنی و کنی هم بلوگرایی که هر روز میگفتن که نرسین اروسا را گب نزنین اروسا را مذاق نکنین من اینو ببینن ما را آدمگری ما در جهان بگن من یاد فکرشون برای ما تغییر بیاوه یا نوار کنن روسیه بدگی را فکرشون تغییر بیاوه برای نشد تاجیک گفتگی تغییر یافت فکرشون تغییر یافت گمروی گفتنی یک کسل است نامش گمروی در کونت میبرویه تو رو اپیراتسیا نکنی خلاص نمیشه دارو که درمان که بهترین دارو رامون همه کارا که یک مدت گم میشه و پیدا میشه یک مدت گم میشه و پیدا میشه единственный охирон раш و اپیراتسیا او را همو ایرشش میگیری میپرتوی همو یارا بعد نابود میشه روسیه همو گمروی است اروس همو گمروی است ایرشش نابود نکنی کو او 3 روز سوز میشه و 4 روز با میبرویه با در نکنه برای همو آدمایی که اروس پرستی میکردن برات میگفتن در ماشیناتون گرفته تاکسیاتون دا پول نمیگرفتن او را میبردن مهمانای ما 30 سال شد در روسیه میزبانیم مهمان نبوده یا خونه پدر ما بود روسیه ما مهمان بدیم مهمانی کاری مجبور بدیم و تو امروز مجبور هستیم بریم که اینجا رزق روزمون بیاویم برای که موبایل دولی با رستم دا سمالیوت خریدن در کره ولی بعد اسماعیل دا سمالیوت خریدن در کره اینجا میگیره این پولا بیچاره این موبایل اگر ما کار نکنیم خریدن اتیمش از کجا میگیره فکر نمیکنین ایرش ما فردولی سمون زن دادن در کره سمون ما پول نیو ایلا را با کلا گرفته گیم ویس میلاد باید ایره با سمالیوت بخریم بتیم ولی ورتالیوت بخریم بتیم یو کیف کنن ما مجبوریم بریم کار کنیم در اونجا برقصین اکه بنوزین اروس پرستی کنین اروس میلاد نیست این پرازیت است پرازیت هیچ وقت یا باید خودشون با خودشون دوست نمیشون ولی که دیگه کسا اوست میمونیم میفهمی میرم که هم بلوگرایی که خیستین بلوگ میکردن التیموس خفا نکنین هر خیل گب نزنین اروسا را مون یا مهمونان خیلی میروان خیلی وطنشون هم خیلی احوال دا زد اومدن نمیبروین اک نوار کنین مایلی خیلی میگیم پوتین تصمیم گرفت که امام علی را دوید کنه چره زمین مهاجر اما شهروندای دیش چیکار کردیستن برامده افطوبزو را من کده بگیم که پلیتیا فیروت کده بیو را بقبره او چیکار کردیستن فهمیده ایست تو دیشمو در وقتی ما در مشکلی شوه یا چی شوه ما اروسا گرفته تو صندوق مونه بجا میکنیم که نزننشون نبرنشون سالی 90 امو بعدی امو جنگایی که تاجیکستانی ما در بود تاجیکا اروسا را نزنن گفته در خونهاشون در درون صندوق پینهان میکدن اروسا را پینهان میکدن من میدونم یتشه که در خونه در درون خونه بیرون برامدن نمیموندن 3 وقت اوقاتش میدادن که تاجیکا نزنن گفته که حاضر جامعه ما ناآرام است مثال گیریم خیلی بعضی ها مثال چیانه با نزنن اروسا گفته پینهان میکدن و من باوری دارم صدها اروسی دیگره هزارها اروسی دیگره شما اولاداتون یا خیشاتون یا یک تای دیگه تون پینهان کدگینن خیلی حالت به سرش اومدنده در خوناتون پینهانش کردین که تو که یک از یک پیون میان یا یکون دیونه پیونه نزنن نه پرانش نکشش گفته
امروز توجیک ابلا و کده قپیده در پلیس سپوریده ایستادن در کوچو. میدونه نمیره شما درک کدستین دیدین هموطنوی عزیزم. روز چیزی ما را مجبور میکنه یک شیدن ده، چیزی ما را مجبور میکنه که ما یک شیم. امروزه سبب جدایی مونی نمی است که من تو جدا هستیم، من تو دور هستیم، فکرهامون یک نیست، عقیدهمون یک نیست، ما وطن یک داریم و نیکی خودمون جدا هستیم. میدونی امیره مثل اوگایی بریم یک دیگر در مهر نداریم. نیکی روز میشوه من گفتگیم و باز هم میگم که روز میشوه که چیزی من ترا مجبور میکنه که من تو فکرمون یک شوه و امروز همون روز آمده ایستاده است. امروز انا همون روز آمده ایستاده است که تو که من تو مجبوریم یک شیم. من همون شب یک نوار دیگر هم کردم، اگر امکانش باشه همین 3-4 نوار همی آخیره مکسیمال پدیلیت کنین و این شم پدیلیت کنین دوستای عزیزم و گوش کنین تا که با گوشی کاری و با چشمی کوری اونمو روز پرستو بروان برسن همون بانام بلاگر بانام دیگر ها کو ینگای دیگر یگان نوار کدسته دایی بارا گفت یگان چیز یا که او هم فقط تاجیک زنی ده و تاجیک فروشی ده قطی کار داره برامد ینگای دیگلت نه خموندگی که الحمدلله کوکلاش داموندگی در تای منش الحمدلله سبحان الله برامد گفت یگان نوار کد خیلی بزغوله بسیاره فهمیدین؟ خیلی بزغوله بسیاره او یگان دامولا تنبور اومد گپ زد یگان ایشان تنبور اومد گپ زد روزی درست درباره هزار زن گپ میزدن کو یا این نوارو را ندیده ایستادنی حالت را نمیبروین گپ زنن بگن نمیبروین مردم ها تفسیه بتن صبر کنین بگن هیچی نمیکنه ها روز میزنه با آرام میشوه صبر کنین جنت میرین هیچ گپ نداره شهید میشین صبر کنین شهید میشین نصیحت نکرده است مردم ها فهمیدین істинні лицо на Ирака دیدین ها کیان ما خالقم نه که وطنم تاجیکستانه مرا آبروی وطنم آبروی مای آبروی هر یک فرزند این وطن آبروی مای برای همون زنده و سلامت باشین هموطنای عزیزم. ترک کنین روسیه را ترک کنین دیگه علاج نیست. از همین خیلی بناموس چوموشیده گشتن اکو نکله نشیشتن دا برا گشنگی دستای بمبر در وطنت نره پیش همو دیگه بره نای شما خویش با امید نشین اوجا با امید جلودکا شیده کو ناموسا نفروشین با امید جلودکا ایمان تونا نفروشین با امید جلودکا ملت تونا نفروشین دین وطن تونا نفروشین با امید جلودکا بمره گشنگی را نره پیش همو دیگه بس کنین این چیزا. سلامت سربلند باشین برسونین با بلوگروی کورکار تو که ببروین گپ زنن در این مسئله ها ببروین نوار کنن. این دفع عروس اومد تایش آتش کنین در تاجیکستان نمونینش سرش کنین پشال نخرین بگین چمدانش در دستش داده رنگی ما باید زندگی کنن نم خیلی تایش آتش ترس خطی کوچه بر اومدن نتونسته در تاجیکستان بگردن کاکای پریوت تاکای اتویت باید باشه. سلامت سربلند خونتون آباد باشه. بنویس فکر نظر تا جوان زیر کامنت پد پیشت پدیلی تا فراموش نکن.